باز هم درود میگوییم، باز هم سلام میگوییم به کل شما تماشابینان عزیز برنامه‌های تلویزیونی سیمو. اینک باز هم مهمانی کارشناس‌های شما عزیزان هستیم با برنامه نوبتی استعداد. تلاش داریم تا در هر برنامه یک استعداد نو رو به شما آشنا سازیم. یک استعدادی که خیلی نورس است، خیلی جوان است و دارای استعداد بلند است. توانیم اون رو به شما معرفی کنیم و تلقینگر استعدادهای نوین دیگر باشیم. امروز باشد عزیزان در برنامه استعداد حضور دارند یکی از چنین نورسان چست و چالاک، یکی از چنین نورسان خیلی فعال، بهریدینوف محمد جان، خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. سرول محمد جان شما رو به برنامه امروزه خوش آمدید میگوییم. تشکر. سلامت باشید. کمی درباره خود معلومات میدادید؟ من بهریدینوف محمد جان، خواننده صنف 8 طلبه مکتب 15 میباشم. من در بسیار چاره‌بینی ها اشتراک کرده، در چاره‌بینی های مکتبی بیرون از مکتب و در مکتب سند نیز جای خودم را دارم و در سازهای ملی یعنی دایره نیز اصول خود را نشان دادم. شما گفتنی هستید که شما میتونید سازهای ملی را نواخته؟ از جمله دایره. بله. از جمله دایره را مینوازید و شعر هم میخونید؟ بله. بسیار خوب. سرود. در مکتب میخونید امروز و شما گفتید در صنف 8 هستید. کدام فنهای مکتبی بیشتر به شما پسند است؟ و من بسیارتر زبان و ادبیات تاجیک به من خیلی فارم است. یعنی استادم خیلی درس خوب میدهند، از همین سبب من درس زبان و ادبیات را خیلی دوست میدارم. برای اونی که استادی محمد جان خیلی خوب میگذارند، طرز درس گذاری ایشان به شاگردان پسند است، به شما بیشتر زبان و ادبیات پسند است. چون امروزها یکی از اولین وظیفه خوانندگان، وظیفه جوانان آموختن زبانهای خارجی است. شما این را چگونه قبول کردید؟ من هم به این نمود زبانها علاقه خیلی زیاد دارم، از جمله به زبان روسی و انگلیسی نیز کشش رغبت دارم. آنها را نیز می‌آموزید؟ می‌آموزم. و در آینده میخواهید کی باشید؟ در آینده میخوام طبیب شده در دههای دورده است به بیماران یاری دهم. شما میخواهید در آینده طبیب شوید و میدونید که برای طبیب شدن اساساً فنهای شیمی، فیزیک، ریاضیات بیشتر لازم است. با این فنها شغلی دارید؟ آنها رو چگونه می‌آموزید؟ بله، آنها رو خیلی کوشش میکنم که به درس دادن معلمان دقت کرده دانش خود را افزایم. شما میخواهید طبیب شوید ولی شما که حالا خیلی نورس هستید، طبیب در فکر شما کیست؟ طبیب در فکر من نجات دهنده مردم تاجیک میباشد. نجات دهنده. و شما نیز میخواهید مردم را نجات دهید؟ نجات دهم. میخواهید طبیب باشید؟ طبیب باشم. بسیار خوب. شما طبیبی رو دوست می‌دارید، شما می‌خواهید دکتر باشید ولی گفتید به مکتب صنعت می‌روید. صنعت می‌روم. این هم یک نمودی شغل است. و شما فکر نمی‌کنید که مهری هر دوی این در دل شما برابر شود و شما نتوانید یکی را انتخاب کنید؟ اون وقت چیکار می‌کنید؟ بیهوده نگفتن که برای یک مرد 40 هنر کم است. باید تمام مردان باید هنر آموزند. این من برای اون به دایره یعنی سازهای ملی رغبت دارم که در وقتهای خالیگی هم به این هنر مشغول شوم و بیکار نمونم. بیکار نمونید. اینجا برای اونی که طبع تماشابینان عزیزی ما خوش باشد و شما هنری خویش را نشان دهید، استعدادی خویش را نشان دهید، میتوانید یگان سرود زمزمه نمودن؟ بله، در گذشته یعنی 8 مارس روز مادران بود. من میخوام که بر مادران امروزه تاجیک یک سرود بخشم. مرحبا. مادر بودی تاجی سرم،
بودی تو هم بالو پرم وقتی برفتی از برم بیشکسته شد بالو پرم بیشکسته شد بالو پرم مادر بودی تو غم گذار در زندگی و روزگار در زندگی و روزگار بودی تو مادر هم دوست و هم قدم در زندگی هم راه برم در زندگی هم راه برم مادر ببین تنهاییم در زندگی تنهاییم. آوازتان خسته نباشد، سلامت باشید. اینجا در نزد ما است افتخارنامه و سپاسنامه و انا این مدال کمی درباره اینها نقل کنید. در کجاها اینها رو شما به دست آوردید؟ در کودکی بسیارتر به بوکس و گوشتینگ خیلی رغبت زیاد داشتم و برای همین هم با 5 سال در گوشتینگ مشق کردم و میخوام که باز گوشتینگ را ادامه داده و جایهای سزاوار را انتخاب کنم. گوشتینگ در کجا شد؟ این کی بود؟ در خودی پنجکند شد. کدام سال؟ سال 2018. سال 2018 و سال 2017 نیز یک تای دیگر مسابقه داشتم و در آنجا هم جای سوم رو اشغال. امروز باشد چی در ساحه ورزش شما چه کارها رو کرده ایستاده؟ در ساحه ورزش با گوشتینگ هم میروم و کم و بیش با نمودی بوکس و ورزش های آزاد یعنی دعویش و به مانند اینها میل و رغبت دارم. یعنی ادامه داده ایستاده تو هنوز؟ درست. خب شما که هم با ورزش شغل دارید هم به مکتب صنعت میروید هم در مؤسسه تحصیلاتی تحصیل میکنید، با شما مشکل نیست همه این رو یک جای اجرا کردن؟ خیلی که گفتم با یک مرد 40 هنر کم است. برای همین من میخوام که بسیارتر هر شغل‌های دیگر رو نیز ادامه بدهم، از جمله سرآیندگی، دایره زنی، با گوشتینگیری هم و در آینده میخوام با بوکس نیز مشغول شوم. و شما همین چیز رو شعاری خود کرده اید که بله مرد 40 هنر کم است و شما بسیار خوب است که این رو شعاری خویش میدونید، زیرا این یکی از راه‌های موفقیت است. شما میتوانید به پیش بروید با اون همه مغلوبیت ها، با اون همه شکست ها میتوانید موفق باشید. باری شده است که شما ناامید بودید در یکی از این راه‌های پیش گرفته‌تان؟ بله، یک بار وقتی که یکم بار مسابقه برآمدم در یکم دور شکست خوردم و معلمم استادم گفتن که افتادن مهم نیست بلکه خیستن ضرور است. و شما برخستید و در زندگی شما کوشش میکنید که هر باری که افتیدید همون زمان برخیزم. حتما شما موفق میشید و شما آرزوی اون رو داریم که در تمام راه‌های پیش گرفته‌تان موفق باشید. شما کتاب‌های بدیعی نیز میخونید؟ کتاب‌های بدیعی نیز بسیار میخوانم، از جمله مکتب کهنه صدرالدین عینی، مرگ صدخور و بمانند اینها. اینجا میتوانید یکی از آن همون جایهای کتابی مکتبی کهنه که بسیار به شما پسند است با ما بگویید؟ بسیار به من پسند است وقتی که صدرالدین عینی را به مکتب میدهند، آنجا به من پسند است که در آنجا سختی را میفهمد و با دانش خودش را افزون میدهد و برابر از آنجا که 4 سال 2 سال از همسنفانش قفا مانده بود، برای همین با همسنفانش برابر حتی از همسنفانش نیز میگذرد. شما انا همون لحظه کتاب رو بسیار دوست می‌دارم. بله. و این میدونید با زندگی شما نیز تاثیر دارد. شما نیز میخواهید همه وقت به پیش بروید. نویسنده دوست داشته‌تان صدرالدین عینی است. شاعر دوست داشته‌تان که باشد؟ لایق شرلی. به کدام خاطر؟ به خاطر آن که خیلی شعرهای تاثیرناک میبخشد، بسیارتر به مادر، پدر، وطن و به مانند اینها. کدام شعرش رو بیشتر دوست دارید؟ بسیارتر شعری مادرش را. میتوانید اون رو قرائت کنید؟ مادر و شیری سفیدم دادی، دنیا به امید از تو امیدم دادی، تا بر سری من چی آید از پیش کمی، تو بر سری گهواره من نویدم دادی. و من همین شعرش خصوصا نقل است. دیگر شاعران رو نیز میخونید؟ دیگر شاعران را نیز میدانم، از جمله رودکی و به مانند رودکی، حافظ شیرازی و به مانند اینها.
لحظه فارغ از درس، فارغ از مشغولیت ها رو چگونه میگذرونید؟ خیلی که گفتم در بسیارتر در ورزش و در مکتب سند روزم رو میگذرانم و در وقت خالیگی هم کتاب های بدیهی میخونم. کتاب های بدیهی میخونید. همه وقت دستگیری شما کی است در زندگی؟ دستگیری من مادرم میباشم و اون کس خیلی احترام زیاد قائلم. و اینجا اگر من بگویم با مادرتان یک سخن گویید، با مادرتان حرف دلتان رو بگویید، چی میگویید؟ همه پسران دختران با مادرانشان میگویند که همیشه آنها رو دوست دارم و من هم این جمله را با مادرم میگویم که شما رو دوست دارم. همین جمله که گفتید شما رو دوست میدارم، باری در نزد مادرتان واقعا این رو گفتید؟ بله، در روز تولدشان و 8 مارس هر سال میگویم. و اینجا در این برنامه من میگویم که محمد جان در روزی زادروز نه، همه روزه شما هر صبح با مادر خود بگویید که مادر جان من شما رو دوست میدارم، زیرا این لحظه ها غنیمت است، این لحظه ها بسیار لحظه های قیمت است. قهرمان شما در زندگی کی است؟ مادر است. مادر است. به کدام خاطر؟ به خاطر که وقتی که پدرم در روسیه مهاجرت میکردن، اون کس با من و خواهرم و یعنی اپام همه طرفه اهمیت میدادن، یعنی به درس هایمان می اومدن، درس های بیرون از مکتب و باغچه کودکانه همیشه اشتراک داشتن. از همین این جهت من اون کس رو خیلی حرمت میکنم. یعنی که دستگیر و مددگار شما همه وقت مادرتان بودند و شما میخواهید مادر و قهرمان زندگی خود اعلام میکنم. بسیار خوب، ما نیز از اینجا از این منبر بلند و مادر محمد جان درود میفرستیم و تشکر میگوییم برای تربیت چنین یک نورس، برای تربیت چنین یک جوان پسری که واقعا زن مادر را قهرمان زندگی میدونند و میکوشند که در تمام جا زن مادر قدر بشود، به قدر زن و مادر برسند همگان. این یک موفقیت است. تربیت کردن چنین جوانان، تربیت کردن چنین نورسان خود موفقیت بزرگ است برای مادران عزیز، برای والدین عزیز. و محمد جان شما گفتید حافظی را دوست می‌دارم. اگر خواهش کنم که در وصف مادر یگان شعر دیگر پیشنهاد کنید، میتونید؟ درباره مادر شعرهای زیاد میدانم، اما شعرهایی که من میدانم آنها خیلی دراز میباشند و برای همین میخواهم که یگان لطیفه گفته باشم. مرحمت، این لطیفه رو برای تبسم مادر شما میبخشید؟ تبسم مادر خودم میبخشم. روز افندی رو میگویم که با من یک خط نویس که من آن رو برده من خودم نوشته نمیتوانم و میخوام که آن رو برده محبوب من بده میگوید. بعد وی میگوید که من اگر که نویسم باید خودم هم روم میگوید. بعد میپرسد که رفتن خودت لازم نیست، تو نامه رو نویس من خودم برده میدیم میگوید. بعد وی میگوید که اگر که من خودم نروم هیچ کی خطیمه رو خوانده نمیتواند و برای همین من باید خود بروم و نامه رو بخوانم. تماشابینان عزیز، زیادرس میکنیم که شما برنامه استعداد رو از تلویزیونی سیما تماشا دارید. مهمانی امروزه برنامه ما هستند بحرالدینوف محمد جان. محمد جان اینجا یک لطیفه بسیار زیبا گفتید. اینجا باشد ادامه میدهیم برنامه رو. محمد جان شما در آینده میخواهید کدام راه رو پیش گرفته باشید؟ خیلی که گفتم من میخواهم که اولا در دانشگاه طبی داخل شده و بعد با دیپلم سرخ آنجا را ختم کرده با زادگاه خودم با دههای شهر خودم آمده آنها را تبابت کنم. از جمله که هزاران آدمان در ده منزل یعنی در ده زندگی میکنن و عذاب میکشن و در آنجا یگان بیمارخانه های خوب نیست. برای من میخوام که در آنجا نیز بیمارخانه شده در آنجا خودم کار و فعالیت کنم. این بسیار یک اقدام بزرگ است که شما در این سن و سال میخواهید. خود بچه شهر هستید، در شهر زندگی میکنید ولی میخواهید در آینده به قشلاق روید، به ده روید، به مردم ده کمک کنید. خدا کند که موفق باشید. خدا کند که جوانان چون شما زیاد بگردند و توانند در تمام قشر جامعه برابر باشند، به تمام مردم کمک رسان باشند. ما نیز به شما آرزوی موفقیت میکنیم و اینجا باشد به همسین و سالان خویش و آن نفرانی که پشت آینه نیلگون نشسته ما را تماشا دارند چی توصیه ها میدهید؟ چی گفتنی ها دارید؟ تشکر زیاد
барои шумо ҳам гуфтаниҳое дорам ки раҳмати калон ташаккури зиёд мегӯям ки ин хел барномаҳоро барои мо наврасону ҷавонон он тайёр намудаед. тамоми талабагон бачаҳо син сол фарқ надорад. мехоҳам ки дар ин барномаҳое ки шумо телевизиони Симо баргузор мегардонед омада иштирок кунанд, аз ҷумла барномаи истеъдод. муҳаммад ҷон, чун шумо дар тамос шудед, гуфтед ман дар барнома иштирок мекунам. воқеан барои оне ки дар барнома биёед, дар барномаи мо иштирок кунед, шумо омодагӣ дидед, китоб хондед, шеър аз ёд кардед? рости гап ман тайёрии хуб надидам. дарҳол дидам ки шумо номери телефонатонро дар таги оинаи нилгун нависта будед ва мехостед ки тамоми наврасон мисли ман ва дигар наврасон иштирок кунанд ва ман ҳам мехостам ки хеле зудтар ва бо тайёрӣ аз дили худам ҳам чиро ки метавонам ба ин барнома оям. шумо хостед як бор худро бисанҷед? худро бисанҷам. тамошобинони азиз, воқеан барномаро мо махсус ба ҳамин хотир пешкаши шумо намудем, ба ҳамин хотир омода месозем ки шумо як маротиба дар барнома ширкат биварзед, маҳорати хешро бисанҷед, истеъдоди худро бисанҷед, то ин замон чӣ чизро медонед ва онро чӣ гуна метавонед ба дигарон бидиҳед, инро бисанҷед. ва агар шумо низ мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунед, ҳатман ба рақамҳое ки дар поёни экрани оинаи нилгун навишта шудааст тамос бигиред ва дар барномаи мо ширкат намудаву маҳорату донишу истеъдоди хешро бисанҷед. бори дигар ташаккур мегӯем барои иштирок дар барнома. ҳатман дар барномаҳои минбаъда шуморо бо чеҳраи нав, бо он шеърҳои наве ки эҷод мекунед, онҳоро месароед, муаррифӣ хоҳем кард. ташаккури. саломат бошед. инҷо бошад, бо шумо худоҳофизӣ мекунем тамошобинони азиз. то барномаҳои дигар, хайр, тан сеҳату пирӯз бошед.